سلام دوستان، من وحید حاتمی هستم از کانال بیاد فارکس. به جلسه چهارم فارکس چیست خوش آمدید. دوستان، در این جلسه میخوایم در مورد کارگزاری یا بروکرهای بازار فارکس صحبت بکنیم. بروکرها یا کارگزاریها به ما کمک میکنن تا از طریق اونها بتونیم به بازار فارکس ورود پیدا بکنیم. ما به صورت مستقیم نمیتونیم هیچ خرید و فروشی در مارکت فارکس، چه جفت ارزها، چه طلا، نفت یا هر چیز دیگری رو خرید و فروش بکنیم. برای این کار نیاز به یک کارگزاری داریم. این کار رو توی بورس ایران هم انجام دادیم. یعنی وقتی که میخواستیم سهامی رو خرید و فروش بکنیم، از طریق یک کارگزاری این کار رو میکردیم. حالا تو مارکت فارکس به چه خصوصیاتی باید در مورد این کارگزاری ها توجه بکنیم؟ نکته خیلی مهمی که در مورد کارگزاری ها یا بروکرهای فارکس وجود داره اینه که اینها توسط یک سری سازمان نظارتی رگوله یا قانونمند شده باشند. بروکرهای فارکس شما رو به بازارهای جهانی دارن وصل میکنن دیگه. خب شما میخواین سرمایه خودتون رو از طریق اونها وارد بازار فارکس بکنید. شما باید توی این بروکرها یک حساب باز کنید و پول خودتون رو برای اونها واریز بکنید. خب شما به چه اطمینانی میخواید این کار رو انجام بدید؟ موقعی میتونید این کار رو انجام بدید که این بروکرها یا همون کارگزاری ها توسط یک سازمانی نظارت روشون انجام بشه و اون سازمان های نظارتی بتونن از این سرمایه و پولی که شما دارین وارد این مارکت میکنین حمایت بکنن دیگه. وگرنه ممکنه که این بروکرها به نوعی پول شما رو بردارن و کلاهبرداری کنن. خب اولین چیزی که ما خدمتتون عرض کردیم امنیت سرمایه بود. همونطور که گفتیم اگر شما به این بروکرها نتونید اعتماد بکنید، خیلی راحت نمیتونید اون چند دلار، چند صد دلار یا چند هزار دلار و میلیون دلار خودتون رو وارد این بروکرها کنید و اونجا ترید کنید. نکته بعدی اینه که این بروکرها باید گزارشات خرید و فروش های خودشون رو به صورت شفاف ارائه بدن. یعنی چی؟ یعنی این سازمان ها میرن این بروکرها رو یک بررسی میکنند که خرید و فروش در این بروکرها هیچ گونه خلل یا به اصطلاح چیتینگی وجود نداشته باشه درش. اگر هم بین ما که مشتری بروکر هستیم و خود بروکر مشکلی پیش بیاد، یک مرجعی هست که ما بریم اونجا از اونها شکایت بکنیم تا بتونیم این اختلاف بین خودمون رو حل بکنیم. میخوایم در مورد مهمترین سازمان های نظارتی فارکس در جهان اینجا صحبت بکنیم. ببینید، هر کشوری، هر منطقه‌ای یه سازمان نظارتی مخصوص به خودش رو داره. البته که سازمان های نظارتی در مورد فارکس زیاد هستن، ولی ما میخوایم به معرفی چند تاشون بپردازیم. FCA Financial Conduct Authority، این سازمان در انگلستان مسئول نظارت بر بازارهای مالیه و بروکرهای فارکس هم مجوز خودشون رو از اینجا دریافت میکنن. FCA. FISEC Cyprus Securities and Exchange Commission، این سازمان توی قبرسه. فایسک به سازمان نظارتی بر بازار اوراق بهادار، خدمات مالی و فارکسه و مجوزهای فارکس هم این سازمان ارائه میده. سازمان بعدی
آسیک یا ASIC Australian Securities and Investment Commission. این سازمان هم توی استرالیا مشغول بر نظارت بازارهای مالی و مجوز بروکرهای فارکس رو صادر میکنه. و فینرا که در ایالات متحده مسئول نظارت بر بازار اوراق بهاداره و برخی از بروکرهای فارکس دارای این مجوز این سازمان هستند. اما دوستان، اینجا میخوام به عنوان حسن ختام برنامه یه نکته خیلی مهم رو خدمتتون بگم. مهمترین چیزی که شما درباره یه بروکر نیاز دارین اینه که رگوله یا رگولیتد باشه. هر بروکری که ما درش فعالیت میکنیم زیر نظر رگولیشن یه سازمانی فعالیت میکنه. این بستگی داره از اینکه از کدوم کشور مجوز خودش رو گرفته باشه یا در کدوم کشور هدکوارتر یا دفتر مرکزیش قرار داره. در بازار فارکس بروکرهای زیادی هستند و سازمانهای نظارتی زیادی هم هستند. خیلی از حالا دوستان دیده شده که میان در مورد یه بروکر توی یه پست حالا در فضاهای مجازی نظر میدن و میگن این بروکر هیچ مجوزی نداره، این بروکر اینجوری کلاهبرداری میکنه، این بروکر. ببینید، حقیقت اینه که اگر شما خودتون به عنوان یه تریدر نتونید مباحث رگولیشن اون بروکری که دارین درش حساب باز میکنین چک بکنین، هیچ اعتباری نداره از اینکه من به شما بیام بگم که این بروکر رگولیتد و معتبریه. هر تریدری میتونه بروکری که خودش درش کار میکنه رو به شما معرفی بکنه، این درش شکی نیست و شما هم میتونید به اون آدم اعتماد بکنید، این هم اشکال نداره. اما خودتون هم با یک واقعا سرچ ساده میتونید بیاین و اون حالا بروکرها یا کارگزاری هایی که میخواید باهاش کار کنید را برید چک بکنید، ببینید که چند سال داره فعالیت میکنه. مثلا بعضی بروکرها هستن که خب 1 سال 2 سال دارن فعالیت میکنن، اینها خب نمیتونن خیلی معتبر باشن. بعضی بروکرها میان به شما جوایز و امتیازات زیادی میدند ولی رگولیشن معتبری ندارن و به اصطلاح قانونگذاری و یا مجوز از جای معتبری ندارن. 2 تا چیز خیلی مهمه. یکی این که طول مدت فعالیت یک بروکر که بهش اعتبار میده، این چیزیه که ما ایرانی ها بهش توجه میکنیم، یه جایی به هر حال چند سال هست و اعتبار داره. تازه اون هم خیلی نمیتونه امتیاز خیلی قوی باشه براش، ولی به هر حال این تاثیرگذاره. دوم این که ما بریم چک بکنیم ببینیم که این بروکر مجوز کجا رو داره، چون به ما میگن. بعد بریم اون مجوز رو یک سرچی دربارش بکنیم. یعنی واقعا خیلی کار ساده ایه. اول اینکه شما میرید مثلا بروکر حالا ایکس، من مثال نظرم بهتر، بروکر ای رو میرید میگید خب این بروکر رو دربارش سرچ میکنید، درسته؟ یه جستجویی توی اینترنت میکنید، چطوری اسمشو میزنید و دربارش مطلب میکنید. شاید 10 دقیقه زمان بره، شاید 20 دقیقه زمان بره. دومین نکته که در مورد این بروکر انجام میدید اینه که رگولیشنش رو چک میکنید که آیا مجوز داره یا نداره، درسته؟ بعد این مجوزا رو هم دوباره میرید در موردش یه جستجو میکنید، یعنی یه سرچی بکنید توی اینترنت، حالا یا حتی بین کسانی که تریدر هستن میتونید از اونا بپرسید و اینجوری دیگه میتونید برید حساب باز کنید. و نکته آخر این که دوستان، ما با پاسپورت ایرانی داستان داریم. پس پولهای بالای
$10,000 خودتون رو با پاسپورت ایرانی به راحتی به بروکرها نسپارید. این پیشنهادی که من به شما دارم. امیدوارم که موفق باشید. تا فارکس چیست بعدی با امید دیدار. لطفا کانال ما رو هم سابسکرایب کنید، کانال ویاد فارکس رو، و اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید و نظرات خودتون رو کامنت کنید. با امید دیدار. خدا نگهدار شما.